این حدیث در مستدرک سفینة البحار هست، جلد 7. سفینة البحار کتابی است شریف، اثر مرحوم محدث قمی. یه مستدرک بهش زدن، خود کتاب 8 جلد حدیث، مستدرکش 7 جلد نمازی. ایشون تتمه روایات آورده. این روایت اونجاست، قوقاست. ایشان نقل میکند به سلسله سند که حضرت موسی کلیم الله مشرف شدن به کوه طور، صحرای سینا، برای مناجات با حضرت حق. سوال میکند الهی بما فضلت امت محمد علی سایر الامم. خدایا چی شد امت پیغمبر خاتم رو بر همه امتها برتری دادی، بر همه امتها؟ قال الله تعالی به 10 خصال، به خاطر 10 تا خصوصیت. خود همین حدیثی که دارم براتون بخونم از نظر فنی منبره، خودش به تنهایی منبره. برای اسلام 3 تا مرحله وجود داره. مرحله ابتدای اسلام در روز 27 رجب در کوه و غار حرا به واسطه وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه، اینجا اسلام ظهور کرد. مرحله ظهور و ابداع که توسط کی بود؟ حضرت رسول اکرم. مرحله دوم دین، مرتبه اکمال دین است، در روز 18 ذی‌حجة الحرام در منطقه قدیر خم به واسطه معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ولایت و جانشینی بلافاصله حضرت رسول اکرم. این مرتبه اکمال دینه. شروع اکمال. مرتبه سوم برتری، دین اسلام برتر شد. حالا جناب موسی علیه السلام از خدا سوال میکنه چرا امت پیغمبر آخر رو از همه امتها برتر کردی؟ حضرت حق فرمود به 10 خصال، به خاطر 10 تا خصوصیت. ایشان سوال کردن که میشه این 10 تا خصوصیت رو به من بگی که من این 10 تا خصوصیت رو به بنی اسرائیل بگم، اینها عامل این مطلب بشن که اینها هم یه خود بیان بالاتر، برتر نمیشن ولی بیان بالاتر. حضرت معرفی کرد اما امکانش نبود که اونا اتفاق براشون بیفته. ببین کجاش امکان نداره. قال الله تعالی 10 تا خصوصیت خدا داره میشمره. 10 تا خصوصیت خدا به امت ما داد، به امت پیغمبر آخر زمان داده که ما همه برتریم به خاطر این 10 تا خصوصیت. 1 الصلات، نماز، و الزکات، اداء حقوق واجبه مالی، و الصوم، روزه، و الحج، حج واجب، حج عمره رو بنده عرض ندارم، و الجهاد، جهاد فی سبیل الله 5 تا، و الجمعه، روز جمعه. خود روز جمعه موضوعیت داره. خود روز جمعه متاسفانه ما هم شب جمعه رو به بطالت، هم روز جمعه رو به. البته شما که حالا تا اون ساعتی که با ما هستید اینجوری نیست. نه اینکه با ما، یعنی مثلا فرض کنید منبر بنده، نه، تا ساعتی که اینجور مجالس هست به بطالت نگذاشته. ولی شرافت اسلام به روز جمعه است. ببین روز جمعه چجوری مصرف میکنی، چجوری مصرفش میکنی. ولی جمعه 6. ولی جماعه، اهمیت اسلام به عبادات جمعیشه، به عبادات جمعی. 8 قرآن کریم، ولی قرآن
9 والعلم، علم آموزی در اسلام. و 10 آخرین عامل برای برتری امت پیغمبر علی سایر الامم، خدا فرمود 10 والعاشورا. عاشورا فضیلت امت پیغمبر است. خب جناب موسی علیه السلام 2 تا 4 تا کرد، 9 تای قبلی رو فهمید، چون خودش عامله، میدونه چیه، حج رو میدونه چیه، صوم رو میدونه چیه، زکات رو میدونه چیه، علم رو میدونه چیه، جهاد رو میدونه چیه، اینا رو میدونه. بعد سوال میکنه و یا رب و مل عاشورا چیه؟ این رو که دارم مناد میگم، عاشورا از تعریف خداست. خدا عاشورا رو اینطور تعریف میکنه: قال الله تعالی البکا و تباکی علی سبط رسول الله. گریه کردن و خود رو شبیه گریه کنندگان در آوردن بر نوه پیامبر عظیم الشأن اسلام. والمرثیه روزخانی والعزا اقامه عزا علی ولد المصطفى، بر نوه پیغمبر. ماهیت عاشورا گریه است. روز عاشورا دنبال چیز دیگه این نباید بود، دنبال چیز دیگه ای بود. عاشورا یعنی گریه کردن. مصیبت اهل بیت صحابه الله علیهم اجمعین همین عاشوراست.